میگم حافظا مرد نکونام نمیرد هرگز. گوش کن. از حافظ من خیلی ناراحتم چون آبرو ما رو برد تو شیراز. اینه که دفعه اولی که رفته بودیم شیراز به ما گفتن که بریم شاهچراغ و بعد بریم حافظیه و سعدی و تو بریم. واسه وقتی رسیم سر قبر حافظ گفتن حاج آقا تا حالا تفعول گرفتی؟ گفتم نه والله خدا بلدم نیست. خدا این استخاره است. یه حمد و سوره میخونی برای حافظ، نیت میکنی یا الله، باز میکنی سمت راست، حافظ جوابت میده. گفتم خب من حالا نیتی ندارم. گفتم ما نیت داریم، نیت پا ما تفعول بود. حافظ هم دادن دست ما هم یک حمد و سوره سوپر دلوکس خوندیم، یا الله باز کردیم گفتن بخون، خوندیم که واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن، خدا میگم خود به جان مولا چون به خلوت میرون آن کار دیگر می مدام اینا چپ چپ به ما چپ چپ به هم دیگه نگاه میکنن. ما اسوانیم، شک کردیم. گفتم چه نیتی داری؟ بخون ما عرض میکنیم. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز برد. یعنی فامیلی من فرمودن توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن؟ یا روی نو دولتان را برخر خودشان نشان که این همه ترک غلام و اسب و استر میکنن. من دیگه بقیه‌شو نخوندم. گفتم تا نگید نیتتون چی بوده نمیگه. بودن راستیاتش ما به جناب حافظ بودیم حافظ ما این شیخ و وعده گرفتیم نمیدونیم چی کار است، شما بفرمایید.